درود. در ناحیه دنقره مسابقه پاراپلانریزم می‌گذرد. اینجا ده‌ها ورزشکار از چندین کشورهای جهان بین هم سبقت خواهند کرد. بیایید با هم می‌بینیم که این چاره‌بینی جالب چگونه خواهد گذشت. مسابقه بین‌المللی پاراپلانریزم برای دریافت جام پرزیدنت تاجیکستان در ناحیه دنقره شروع شد. این چاره‌بینی از 26 اپریل تا 4 می ادامه خواهد کرد. سال سوم است که این چاره‌بینی در تاجیکستان می‌گذرد. این نوبت با فرق از سالهای پیش در مسابقه 150 ورزشکار از 9 کشور دنیا از جمله کشورهای اروپا، روسیه، امریکا، قزاقستان، ازبکستان، پاکستان، ایران اشتراک دارند. مسابقه بین‌المللی پاراپلانری امسال سال سوم است که در تاجیکستان برگزار می شود. برای دریافت جام پیشوای ملت در اینجا 15 دولت معرفی شدند، نامنویس شدند. عین زمان در این شهرک پرواز ما تقریبا 150 نفر ورزشگر خارجی موجودند. مسابقه مذکور از روی 3 کاتگوری: فرود دقیق، پرواز خط‌سیری و پرواز از بلندی 1900 متر و تا درازی 60 کیلومتر گذرانیده می شود. ما не только айни ҳаминҷа точниста мепарем, ман бисёртар парвози дурдальни маршрутни полётҳо меган ҳавай ба қизиқи мусобақаҳои ҳавай ба мул иштирок карда мисол як 40, 50, 60 то 100 километра дурӣ парида бо гашта омаданомо мумкин. هدف اساسی برگزاری این مسابقه معرفی اقتدار طبیعی و مکان سیاحی تاجیکستان، رشد ورزش پاراپلانریزم در کشور می باشد. مسابقه مذکور روز 4 می به آخر رسیده، غالبان با مدال و افتخارنامه و تحفه ها سرفراز خواهند شد. امام علی سعیدزاد، آسیا پلوس.